در این سوال از ما خواسته نسبت شدت نور لامپ‌های L1 L2 L3 رو در زمانی که کلید باز هست به نسبت زمانی که کلید بسته هست مقایسه کنیم. خب فرض میکنیم که فعلا سه تا لامپمون با هم دیگه از لحاظ مقدار و مقاومت یکسان هستن و فرض میکنیم که لامپ ها توان بالایی دارن و حالا اگه ولتاژشون نصف یا 2 برابر یا مقدارش تغییر بکنه نخواهد سوخت. نکته ای که هست اینجا وقتی صحبت از نور میکنه در واقع صحبت از توانه، منظور بررسی بحث توان هست. خب حالا میگیم اگر کلید باز باشه در دو حالت بررسی میکنیم. اگر کلید ما باز باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه کلید باز باشه L1 مستقیما به دو سر E وصله، پس بنابراین حالا با ولتاژ V اگه در نظر بگیریم یک توانی رو به ما خواهد داد. P1 مون خواهد شد V2 آروم که حالا ما نه مقدار V رو داریم نه مقدار R رو داریم. به صورت پارامتری میگیم توان لامپ L1 مون خواهد شد V2 آروم. اما لامپ های 2 و 3 با همدیگه سری هستن، چون مدار باز هست این دوتا با همدیگه سری شدن. پس بنابراین چون مقدار مقاومت هاشون هم یکسان در نظر گرفتیم، پس بنابراین مقدار ولتاژی که روی L2 افت میکنه با مقدار ولتاژی که روی L3 افت میکنه با هم برابر خواهد بود. پس بنابراین V2 مساوی با V3 مساوی با V دوم خواهد بود. خب به این ترتیب توانهای P2 چه خواهد شد؟ V2 آروم خواهد شد. حالا V2 به توان 2 که خواهد شد V2 چهارم تقسیم بر R. پس بنابراین مقدار توان لامپ 2 خواهد شد V2 به روی 4 R. و همچنین توان مقاومت توان لامپ 3 مون چه خواهد شد؟ توان لامپ 3 مون هم دقیقاً چون از لحاظ مقدار با لامپ 2 برابر هست خواهد شد V2 به روی 4 R خواهد شد. پس این شد در صورتی که کلیدهای ما باز باشن. حالا بریم مقایسه کنیم در صورتی که کلید بسته باشه. اگر کلید چی باشه؟ بسته باشه چه اتفاقی میفته؟ کلید که بسته باشه دو سر لامپ L3 اتصال کوتاه هست، پس بنابراین کلا L3 چیه؟ L3 خاموش خواهد بود. اما L1 و L2 مستقیما به چی وصلن؟ به منبع ولتاژمون وصلن. پس P1 خواهد شد V2 به روی R و P2 هم خواهد شد V2 به روی R. حالا میتونیم اینجا مقایسه کنیم که توان لامپ اولمون هیچ تغییری نکرده، توان مقاومت لامپ اول هیچ تغییری نکرده، توان لامپ دوم ما زیاد شده چون این در حالت اول که باز بود مخرج ضریب داشت، پس بنابراین نسبت کسرش کوچکتر از این حالته. پس بنابراین میتونیم بگیم نور لامپ دوم زیاد شده و لامپ سوم از روشن به خاموش رفته. پس بنابراین لامپ اول L1 تغییر نکرده، L2 نورش زیاد میشه، L3 حالا میگیم نورش کم یا خاموش میشه، در اصل خاموش میشود، از روشن به خاموش تغییر وضعیت میده.